یک از هموطنای ما بسیار یک چیز خوبشن مقاله رو نوشته بودن. اگه با اجازهتان امیر بخوانم درباره الله اکبر است. میگن نمیدانم چی زمانی با اسم الله آشنا شدم، اما الله اکبر را بار نخست از قصاب کوچه ما شنیدم که با تکرار آن سر از تن گوسفند جدا میکرد. از آن زمان به بعد هم از قصاب می ترسم و هم از الله اکبر. از مادرم پرسیدم الله اکبر چیست؟ مادرم گفت خدایی است که همه را هست کرده و نیست می کند. من که معنای هست را نمی دانستم، اما نیست کردن را دیده بودم و فکر می کردم الله اکبر یعنی قصاب. تازه به محله جوی شیر کوچیده بودیم و از آن کنار زیارت مجلل شاهد شمشیره می گذشتیم که چشمم به خیل بزرگی از کبوترها افتاد. از مادرم پرسیدم اینجا کجاست؟ گفت زیارت یکی از یاران پیغمبر است که برای ما اسلام را آورده. در پل باغ عمومی سرش قطع شده، ولی به قدرت خدا تا همینجا که افتاده و زیارتش را ساخته اند با دو شمشیر می جنگیده و کفار را می کشته. هنوز حرفهایش تمام نشده بود که صدای آذان بلند شد. دلم به همه کبوترها سوخت و از همان روز هم از اسلام می ترسم و هم از الله اکبر. تازه قط می کشیدم. سالهای آخر نظام شاهی بود و شهر دچار تظاهرات و خیزش های خیابانی. در میان همه گروه ها باز هم عده‌ای با دستار و یا کلاها رنگارنگ بر پرچم های سبز به دست. در پیششان کسی نعره تکبیر می گفت و دیگران با صدای خشن پاسخ می دادند الله اکبر. از کسی پرسیدم اینها قصاب ها اند؟ گفت نه، اخوانی ها اند، آمده اند تا کفار را نابود کنند. از همان زمان هم از اخوانی ها می ترسم و هم از الله اکبر. شاه سرنگون شد و اخوانی ها هم متواری شدند و به پاکستان رفتند و از آنجا جنگ را در مقابل محمد داوود آغاز کردند. معلم مدرسه ما گفت امریکایی ها دانسته اند که اسلام در خطر است و اخوانی ها را پول و اسلحه داده اند تا اسلام را نجات دهند. از همان زمان هم از امریکا می ترسم و هم از الله اکبر.